بس از اکنون ننوش. همه تو رو همچون حامله‌دار میدونن. خونگی و قویتون فهمن چی میکنی؟ چی میگویی؟ یعنی دروغ گفتنی باشه چی میگویی؟ بله دروغ گفتم. بابایم را هم فریب کردم. حامله‌دارم گفتم. آینه‌دار شدم گفتم. چی خیر کردم؟ من چی کردم سلیم؟ بس از زورت تو هم از حد گذروندی کو؟ گذروندم ازدواجی ساخته کردم. ساخته حامله‌دار شدم. من ننوشم کی بنوشد سیلین؟ تو هم بنوش. میشود لیکن من نوشم تو رو کی به ترتیب می‌دارد؟ یعنی تلینم هم راست میگوید. من ساخته کار دروغ گویم. من بسیار یک آدم بد هستم. بدام الله هم ناحقی کردم. نه زورو جون، تو ساختکار هم نیستی دروغگوی هم. تو برای خوبسند کردنی بابایت این کارو کردی. در سین جوانیت تو حیاتت رو برای بابایت فدا کردی. اما نمیدونم این بازی ساخته‌مون تا کجا دوام میکنه. سلین ساخته هم باشد من آیله دارم. اما مانند دیوانه ها بزاقسی عاشقم. زاقسی ها قدر هم عاشقم. زهرا جان رای خوش رو چروبی؟ مکن فندن عزیزم میغوری چیسان با فند شیرین میرم مکن فندن سرودی دوست داشته ما رو خونده ایستادم عزیزم برای زاغ سیاه خونده ایستادم. برای کی؟ برش موچی عزیز روید تنها شناس شدن میخواد. اما ما نمیخونیم التماس روید. اهمیت نداره. بیا رفتیم. با فکرم ستاره هر دویمان موافق است. همین طور نه اصلا کدام سرود دوست میداری؟ برای من میخونی؟ من زاغ سیاه را دوست میدارم. چی؟ بطو چی؟ رو از پای کارم شم نباشد محفظون رو فراد بکنم. بینای عشق را از من بای اینجا بیا بس هسته؟ این رو بینه ساعت چند این دختر کجا شد؟ مایلش زنگ نزن کل از خودت رو به دست گیر. اگر زنگ زنم میگوید که دوملا با من رشک کرده ایستاده اید. یک کاری شما چی دوملا؟ الو دوملاسیو گمراهی دنیایم تو کردی تنهایی تنهایم تو دوملاسیو هیچ بخشنده ایستادم. سردی بگو بدانم چی تو کردی. دوملاسیو هست. خانم سلین شما در کجای داماد شما را گیرم؟ مستم دل به تو بستم خانم دوست دارت هستم. مستم دل به تو بستم عهد و وفا را نشکستم. آماده شما را میگیرم انتظار شوید. مایلش دوستت میدارم آخر دوستت میدارم مگر نمیفهمی. مویلیس جان تو چی پرسیدن میخواستی؟ نسبتی دختر یگان حسیات داری؟ دختر؟ درباره بیتول گپ زده ایستادم مگر نسبتی او یگان حسیات داری؟ میلیس جان چه علاقه دارد؟ از کجا این رو برآوردی؟ سمی با من شفشف نگو لطفا راستش رو بگو با من جواب ده مگر او دختر به تو معقول است؟ معقول است؟ البته که نیه. چی خیلی که تخمین کرده بودم هیچ سورپریز نشد. میلیس جان چی گفتنت رو نفهمیدم. مایل سمی با من دروغ گفته نیست. من در اصل برای خوشبختی خواستن آمده بودم. میدانم تو اون دختر رو دوست میداری. گوش کن این خیلی چیز نیست. یعنی بیهوده فکر کرده خودت رو خسته نکن. چی خسته میشدم؟ یا خدایا توبه گویا که من به تو محقولم. علاوه بر این من برای تو زیادتیم. بله من برای تو زیادتیم. آخر تو برای خود یاری یافتی کو. برای تو خوشبختی میخواهم. مایلش میلیس این دختر چی میگوید؟ زهرا بس است تمام میرویم
حالم خوب است مرا بگذار. بس از سکونی شد رفتیم بس بسیاری بد نوشیدی. مرا ببخشید و چشمانم رو از شما لحظه هم دور کردن نتوانستم. اگر رفتنی باشه شما رو در کجا دیدم میتوانم؟ در چخوری جهنم. مالاشا تو چی خدر رو دمی چسبک هستی؟ با تو گپ نزدم، من با دوگانت گپ میزنم. از سببی که دوگانم رو جواب دادن نمیتواند در حال من به تو جواب میدهم. در حال گم شو از اینجا. اما من تو از خودی اون نشنوم، نمیروم. همین خیلی نمیروی. مایلش نباشد حالا من به محافظ شکایت میکنم. زورا جون تو یک لحظه ایست. حالا ببین. بیایید من شما رو همراهی کنم. هم هوای تازه میگیره. چه؟ هوا میگویم هوا. بیرون برایم هوای تازه میگیره. سلندر کجاست؟ او هم با بیرون برآمد. آخر به نزدیک او میرویم. کنی بیا. ای بسه من دوگانه هستم نزدیک او میباشم. من چه خیلی مرا پرتفتم میرود. البته بیا کنی. زورو در کجا؟ بیا کنی بیا. ایست بیا زیبا یکم. با تو به اونجای خلوت رویم. استاد مرا به کجا میبریم؟ سرده چی شد؟ سلندر کجاست؟ سلین رو چیکار میکنی جونکم؟ من با تو هستم. بیا رفتیم خونم نزدیک هستیم. نمیشود سرده من نایله دور هستم. برای همین مشکلی ندارد. اما برای من دور. بیا رفتیم عزیزکم. من با تو رفته نمیتونم. سرده عزیزم من تمامی مشکلی تو رو حل میکنم. بیا رویم یک روی نکن. سرده گفتم تو رو. حاضر زاغیسی آمده چونان میزند که تو رو. بس هست از بگاه با زاغیسی ها گفته ایستاده. این زاغیسی هاش کیسته؟ زاغیسی ها منم. زاغیسی آمدنت رو میدانستم. من باید زود روم کاری تجیلی دارم. زورا من باید که روم. نه رب خوش میکنم. کاری مهم دارم باید روم. اگر روی باز میایی؟ میایم زهرا میایم. بعد دیم. زهرا میاید؟ نمیاید. زهرا جانم در اینجایی؟ سلیم انا بین زاغیسی آمده. حالا همینجا بود. آنی زاغیسی ها در اینجاست. خدای توبه. میرویم. میآید؟ البته میآید. بیا رفتیم تو بسیار مست هستی. میآید گفتم کو. خدای توبه. من مستم اگر سلیم. زهرا دیگر کلید رو داده‌ای. در گشوده نمی شود. اوف زهرا این کلید هم دیگر است. با دقت نگاه کن. ایست باز نرفتی. نکشوده شد. رفتیم. این رو به من ده. مرا بیدار. آهسته راست رفتیم. درو زهرا جون اگر تو رو به حجرت می بودم همه خبردار می شدم. چه خیلی آنجا خدایا مرا به اینجا بذار. زهرا تو در اینجا خنوک می خوری. خدایا
چی؟ گذار به اینجا اگر تو رو در اینجا بذارم همه به اینجا میفهمم. گذار گفتم شما چی گفتم؟ زهرا من تو شراب نوشیده ای؟ نه بابا جون چقدر شراب؟ کنی پوف کن پوف. او از دهانت بسیار بوی بد می آید. دخترم چرا این خیل میکنی؟ مگر در حاملگی آدم شراب می نوشد ها؟ من نه. البته که تو. من یکم کاری بد نکردم. نه زاغ سیاه آمده بود. زاغ سیاه. تو مگر زاغ سیاه را دیدی؟ نه بابا جون چقدر زاغ سیاه. زهرا آیسته زهرا جون با اینجا شین من همین خیل شین آیسته باش همین خیل تمام دخترم تو میتوانی روی. من خودم حل میکنم. مایلش بابا جون و شبهای خوش. شبهای خوش. زهرا دخترم بس است اکنون. الکه نام زاغ سیاه را از تو شنیدن نمیخواهم. تو یک زنی آیله دار هستی. علاوه بر این با دامولازیا بر این یک دامولای محترم آیله دار هستی. یکی این حال را دامولازیا ببیند پس ما چکار میکنیم ها؟ زهرا اگر خودت را فکر نکنی شوهرت را فکر بکن. اگر شوهرت را فکر نکنی طفلت را فکر بکن. زهرا خودت را به ترتیب درار. این نباید دوام دهد. آی نبیر ای زیبایی من چرا این خیل میکنی ها؟ دامولازیا خوابش برده است. من او را بیدار میکنم. بسیار خوب خیز زهرا خواب است. زهرا جان بیا رفتیم. بیا آیسته بیا جانم خیز بیا رفتیم. آسته خوابش برده است. آیسته بیدار نشده. آیسته رفتیم. آیسته برو که برد خون. ای آدمی مبارک است. از رویش نور میبارد. دختری ما بوی شراب میکند. دامولا هیچ اهمیت نداد. را داشته برد. کنی آب گیرم. استیل خانم زهرا انا بیارید. خوب هستید؟ خوبم. آزیر من کمتر آب نوشید. سرم تاب خورده ایستاده است. دلم شوریده ایستاده. کمی آب نوشید حالتان سبک میشه. زهرا خانم چرا اینقدر بسیار مای نوشیده داخل؟ برای فراموش کردن. برای چی رو فراموش کردن؟ زهرا که همه را فریب داده. همه را برباد داد. خانم زهرا شما یعنی هیچ کس رو فریب نداده؟ دروغی ساخته کار. برای عشقم رو فراموش کردم. گوش کنید خانم زهرا شما دروغگو نیستید فهمیدید؟ شما همه این رو برای نرنجاندن بابایتان کردید. حالا اینها رو فکر نکنید. کمتر استراحت کنید. هیچ کس رو نرنجانده اید. اکنون خوب کنید. خوب شما رو ما رو فکر نکنید. حالا شما استراحت کنید. آهسته خوب کنید. انا علمت خوب شیرین.
ҳастам. агар маро роҳат гузоред пас хушҳолтар мешавам. оғои Канъон. همین خانم سلم با شما گپ زدن نمیخواد. دست طبقی قطعی آدم بود کچ کیجا. برای آن که دستی من معیوب است با من چنین رفتار میکنید پگاه تمامی عذابهایم به آخر میرسند. حساب تمامی عذابهای کشیدم را از تو میگیرم کلتکیل است. به همش جواب میدهی. به همش. چه نگاه داری؟ زاغسیو من شما رو بسیار یاد کردم. من تو را یاد کردم. اومدنتون رو میدونستم. من برای اومدن وعده دادم. باز داملازیا نفهمد که تو در حجرت نیستی. نه اون کس به نواز رفتن. خیلی اویله داری چه رفته ایستاده است. باری آخرین و آخری همون گفته بوده که داملازیا رو دوست نمیداری. فکرتی باز شد با اویله دار شده ای؟ نه دوست نمیدارم. پس چرا اویله دار شده ای زهرا؟ یا خدای توبه، این در چرا گشوده است؟ گوش کنید خانم زهرا، شما یک زنی اویله دار هستید. با شما این طرف زدن درست نیست. هم برای تو هم برای داملازیا خوب نمی شود. باز حامله دار بوده ای؟ حامله دار نیستم. اینش از کجا برآمد باز؟ یعنی حالا نیستی همون رزی می شود که کودکدار می شوی؟ نمی شوم. اما از داملازیا رزی کودکدار می شوی؟ نه نمی شوم. زاغسیو برمیلش باز یکون کس نبیند من میروم. آی نرو ایست. نه نمی شود. دنبالا رو به یک طرف گذار. نرو. التجا میکنم رویت رو به من کشون. این نقاب رو از رویت گیر. خوش میکنم. زهرا نرو خوش میکنم. زهرا من باید روم. زهرا با کی کم زده ایستاده بودی؟ با هیچ کس. با هیچ کس ها؟ خیر در اینجا چی کار میکنی؟ هوای تازه گرفته ایستادم. هوای تازه؟ یا که زاغسیا؟ نه بابا جان با هیچ کس گپ نزده ایستاده بودم. من به تو چی گفته بودم؟ با آن زاغسیا دیگر وان نمیخوری نگفته بودم ها؟ تو آیله دار هستی، کودک انتظار هستی. اگر یک بار دیگر با او گپ زدنت را و واخوردنت را بینم، تو را هم از طرف خودم هم از طرف داملازیا نمی بخشم. فهمیدی؟ با خدا آقای اکرم حلالت بود. با این نبیرد اکرم که بیزن که داملازیا را فریب نکند. این خیلی بد اخلاقی را به خودت چخیل زیبنده میدانی ها؟ زهرا تو را با وجود اینقدر دوست داشتنم قسم میخورم که از دلم تو را بیرون میکنم. با من این خیلی رفتار نکن. اگر خواهی بیا مرا کوش. برویم نگر. به من وعده بده که دیگر با زاغسیا وان نمیخوری. وعده بده. وعده بده. بگو. وعده میدیم.
عذر میپرسم مرا ببخشید بسیار عذر میپرسم رفتیم به خانه زودتر زهرا تنجی بد است مثل دختری 18 ساله من به این خانه دار میشوم این قدر زیباسته کلید کنی مرحمت برادر چه خیر که گپ زده بودیم همش رو حل کردم گپ نیست برادر یا بسم الله این ماشین امثال پدرم است چقدر زود با ما باور کرد ما هم ماشینی از همه آدم خطرناکترین شهر ما رو دزدیده بودیم ها؟ بله ما رو میکشت خوب شد که فروختیمش این رو با یک تیر دو فاختک زدن میگویم هم بلا رو دور کردیم هم پر رو به دست آوردیم رفتیم خرچخل با فکر من این ماشین برای جوانان است از تو یگان کس پرسید بهترین سوپر است بابا جان این ماشین سوپر من هم سوپر هستم بابا جان سوپر من کنی به ماشین گذشته شینید مرحمت ینگه جان گذارید که یک در رحمت احتیاط کنید سرتون نزنید تو چی نگاه داری؟ مایلش پدر جون نگاه نمیکنم با شما سایاتی خوش چی گویم آخه بسم الله الرحمن الرحیم همه کسا کلمتون عرض کنید استاد شکری خدا که واخوردیم خوب شد که واخوردیم یک سوالک دارم پرسم استاد هجری اکنون دیگر این خیلی سرسخن کردن در کار نیست چرا در اینجا بودنت رو میدونم تو شخصی پرسنده ای سوال ها هستی سوالات رو بپرس خدا از شما راضی باشد استاد یک دختر رو دوست داری آن دختر تو رو دوست ندارد جایز است یا نه دوست نمیدارد گفته چی رو در نظر داری نفهمیدم استاد آخر حادثه تماما آشکار است در این امید نیست بله استاد از همین سبب پرسیدم جایز است سر چی کاری که نکنه دختر دوستش نمیدارد بله استاد با خدا هجری تو این خیلی سوالهای ناامیدی رو از کجا میابی استاد جایز است یا نه تو حالا هم در فکری سوالت هستی در حال جواب دهید میگویی نویس جایز است عشق مانند تجارت نیست دوست داشتی گفته دوست داشتن شرط نیست در نتیجه هجری آخر عشق در اراده نیست این قلب است فرمان را گوش نمیکند شخصی که دوست ندارد یگان چیز گم نمیکند از دوست داشتن هم چیزی زیاد به دست نمیاره شخصی که دوست نمیدارد آن او بیچاره است فهمیدم استاد خیر یک دختر رو دوست میداری برای او درد میکشی او رو با دیگر کس میبینی گناه نیست مگه نیست هجری نیست دردهای عشق انسان رو پخته میکند فهمیدی فهمیدم استاد خدا از شما راضی باشه خدا از تو هم راضی باشد درد عشق انسان رو پخته میکند هجری جان استادی جانم شوکت گاز را زیر کن زود بیرون یک آیله بزرگه سردار ماشین رو یافتیم رو تعقیب کرده ایستادیم مایلش گوش کن شرف ما یک عملیاتی بسیار مهم میکنیم دو آدمی با قوت تیار کن با کجا رفتنمون را بعد میگویم حالا باشد رفته تیاری بین مایل شکه شیری من
من حامله دارم مرحمت گذارید. میدونی سلین جان، تو رو هیچ فراموش کرده نتوانستم. به خاطر تو برگشتم. التماس امره، این رو گوش کردن نمیخواهم. سلین، بگذار گپ زنم. چقدر خطای بزرگ کردم رو بد فهمیدم. مایلش، میدونم به من باور کردن بسیار مشکل است، تو حق هستی، اما اگر به من یک امکان بدهی خطایم رو اصلاح میکنم، وعده میدهم. حتی یک مرتبه زنگ نزدی؟ من فکر کردم که نسبت من بسیار غضبی هستی، کمتر انتظار شدم. آفرین، 2 سال انتظار شدی. آنقدر نشده است. اما بین آخر وقت چه خیلی تیز گذشت. 2 سال پیش در کجا بودیم؟ حالا در کجاییم؟ اما بین باز یک جا روبرویم. همین خیلی؟ امره، من برای خودم یک صحیفه نو شدم و تو در این صحیفه نیستی. مایلش آخر، این صحیفه رو یک جا پر کنیم، آغازی نو بکنیم. سیلین جان، از تو تنها آخرین امکان رو میخواهم. اینجا همیشه نیستیم ها؟ من اینجا بسیار نمیستم. تو آمدش میکنی بینیم چی میشه. اگر آمد پس آقا ایست نجوم در کجایید؟ من با شما گپ زنم؟ گوش کنید، پول هیچ مهم نیست. یعنی شما ما را سردید، چقدری که خواهید میدیم. مالش؟ برادر سردارتون رو فهمونید، عصبی نشد. تو مگر از نزدی خانم ماشینم را چخل دودی میکنه ها؟ تو مگر مردن میخوای ها؟ کسی نامی مرا در این شهر شنود راهش رو عوض میکند. تو کی میشوی که ماشین مرا میدزدی؟ تو در زیر دستی کی کار میکنی ها؟ اکا من در زیر دستی هیچ کس کار نمیکنم. من تنها به جناب اکرم رانندگی میکنم، دیگر در زیر دستی هیچ کس کار نمیکنم. اکرمش کیست؟ سراغاشو به من ده. اکا سراغ را چیکار میکنه؟ انا بسته آوردیدش کو، او رو دستگیر کرده آوردی، در اینجا نشسته است. تو چیا میگویی؟ چخیل در آنجا نشسته است؟ تو مرا مسخره میکنی ها؟ اکا استغفرالله، این طور نگوید، مگر در این حالت مسخره کرده میشود؟ تو چرا ماشین مرا میدوزی ها؟ چه مقصد داری؟ اکا ما یگان ماشین پوشی ندوزیم، اون ماشین رو خریدیم. چه خیل خریداری کردن ای آن توی آب بلد. اکا در حقیقت ما این ماشین رو خریداری کردیم. التماس ازم با جناب اکرم گپ زنان کرده مسئله رو حل کرده میتونه. پول بسیار دارد، حقیقتا یک آدمی ثروتمند است. در کار شود از این ماشین 2 تا خریده میده. برای یک ماشین میکشین آدم. آی بیشرف، ما در فکر چی هستیم؟ تو درباره این چی گپ میزنی؟ 2 تا نه 20 تا گیری چی میشود ها؟ آی چرا ماشینم را دزدیدی؟ تو چی مقصد داری؟ اکا با خدا ما ماشین رو ندوزیدیم، شما ما رو خطا میفهمید. گفتم مانم که داماد جناب اکرم کمیسر است، او آدمی شناخته است. سرکمیسر اونه. آی تو مرا تهدید میکنی ها؟ احمق. نه اکا استغفرالله. با خدا دندونم افچید اکا. اکا جان شما آدم چی خیل میزنید؟ مگر آدم روی خیل میزنه؟ اگر من همه خیل زدن گرید اکا، من از اینجا میروم. اکا در دهانم نزنید که دندانهایم بی‌قوته. آی من تمامی دندانهای تو رو استوار میکنم، بعد تو رو کشته با دریا میپرتایم. چه مقصد داری؟ مرا خسته نکن. نزن اکا، نزن. تمام آرام شوید گپ میزنم. آن امیر خیل عقلت رو کار فرما. بلبلی من کنی با گپ دارم. اکا در اصل یکان جای گپ زنیش نیست، در حقیقت در اینجا معلوم که چی کاری هست. تمام بگذار که ماشین رو دزدیدن، ما باشیم این ماشین رو خریدیم. من یک دوستی نزدیک دارم با این خیلی کارها سر کار دارد، میفهمد. با او یک زنگ زنم، نامش کالتاکیل است. چی؟ کالتاکیل است؟ وای پدر سگه، باید تخمین میکردم. این معلوم بود. آخر به این کار قادر نیستی. وای خدا تو را زند.
یعنی کالتاکلاس دزدیده هستن؟ اکا کالتاکلاس ندزدیده، شما خطا فهمیده. من گفتنیم که کالتاکلاس این کار رو حل کرده میتواند. آی کالتاکلاس، این آخرین دزدی تو میشود. این دفعه با عجلت روبرو شدی. آن حرامی را زن آمده همه تا رو خلاص کند. به من باز نگویی که رقمهایش را ندارم. ناخلف باشم که بر رویت بنزین ریخته در اینجا میسوزانم. تمام که فهمیدم. الو برادر این ماشین دزدی بر اومد. تو چه ها میگوی شوکت؟ چخیل ماشین دزدی؟ شوکت من جزوی تو رو میدیم. سرخه را میگویم بنویس. مایلش میایم حاضر. به خدا که این دفعه یگان گناهی ندارم. مایلش. سیلین جوابت را انتظارم. किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है سیلین जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं बस जीते हैं सपने क्यों आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा غمگینم هنری نمیتوانم. در حیاتت یگان کسی دیگر است. भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा گوش کنید آقا، پول هیچ مهم نیست. شما ما را سردید چقدری که خواهید میدیم. چه خیل پول پیری برجا مانده. من آدمی را که ماشینی مرا میدزدد خانه‌اش را میسوزانم. آخر ما ماشین را ندزدیدیم. آخر شما به همین هم دزدیده نمیتوانید. پس ما را سردید رویم. سر میدیم سراسی من نشوید. اما بعد از کالتاکلاس آمدن ای باز نامی همان کالتاکلاس است. دیگر در همه جا نامی کالتاکلاس را میشنویم. مگر در شنیدن نامی او مجبور هستیم؟ شوهرم از خفای او گفته قریب که خانه ویران شود. حالا باشد یک جاسوسی دیگرش از پشت کالتاکلاس با ما شکنجه کرده ایستاده است. تو که را جاسوس میگویی؟ ای آقا، شما را نگفتن به خود نکشید. شما انسان خوب هستید. زنها در بین خودشان غیبت میکنند. نه بابا جان، او را گفتیم. یکمش تو حق نداری که بابای مرا پیری برجا مانده فهمیدی؟ دویومش تو را گفتیم بعد تو چی کار کردن میتوانی؟ از دست تو چی میآید؟ بیا چون زاغی سیاه بیاید به همه کارهای کرده تا یک جواب میدهید. فهمیدید مرا؟ چون زاغی سیاه بیاید کیست تو؟ او را تو نمیشناسم. خوب شناس میشوید؟ زهرا با این آدمی بفهم گپ نزن. من با او گپ نزده ایستادم اپا. دخترها عیب است، بسیار عیب است. بابا جان زبان اینها کمتر دراز شده است. کمتر بریده پرتایم. دخترها خاموش شوید، عیب است. در مقابل شما یک آدمی خلال است. کودکانتان را فکر کنید. در کجایید؟ تو یا کی تو؟ بعد از آن تو؟ از هم آخر تو؟ از پدرم زهرو و حاله از هیچ کدومش خبری نیست. تلفن‌های همه‌شون خاموش است. چی؟ حاله هم با اونهاست؟ آقا کی از خانه برآمدن؟ پدرم یک ماشین ورزشی خریدن. آنها یک جا نشسته با سیلوگاش رفتن. چه خیل ماشین بود؟ معلشه که
مرا گوش کنید. موستنگ مدل 66 رقم دولتیش 0006 D01. تکرار میکنم. رقم دولتیش 0006 D01. از تمامی کامراهای به خطری شهر خواهش میکنم در حال این ماشین یافته شود. جا خاموشی است فرزندانم. بله یگون کس صدا نمیبره. عجبا پلیس آمد. انشاءالله بابا آمده باشد ما رو رها میکنه. با خدا آید بسیار خوب انشاءالله همش خوب میشود. با خدا که میترسم میانم بسیار درد میکند. آی کمتر دیگر طاقت کنید انشاءالله همش حل میشه. کیست در آنجا؟ شما از این طرف روید. شما با من آید. اطاعت سردار. چشمان شما را کی کشد؟ کی باشد؟ از کجا دونم؟ کی باشد؟ چشمانم پوشیده بود. تو کی هستی؟ تو یاری دیر! یاری دیر! یاری دیر! یاری دیر! تو به دست افتیدی احمق خوب هستی جون؟ اونا خوب نیست. همین رو دستایم را بکشو تیز. دورو جون خوب هستی؟ من خوب زودتر بکشو جونا. داماد در آخر قربا شده یک موش را دستگیر کردی. آفرین به تو. کنی دستم را بوسه بکن. کندت زن داماد شیری من. ما یک عائله بزرگ هستیم. من اینقدر تخمین نمی کردم که اون نل ما را نجات میدهد. اگر زاغ سیاه می بود بسیار غمگین می شدم. آخر شما زاغ سیاه را تو به این کار دخالت نکن. هر طرفت بدی. آخر پدر جان شما ساق سلامت برگشتید. نجات دادن کسی اهمیتی ندارد. بله بابا جان من به شما یگان چیز می شود گفته بسیار ترسیدم. به من هیچ چیز نمی شود دخترم. تو را ندیده از اینجا به آنجا نمی روم.
در پا راست موندیم. باید کنی به خانه میدرایم. شوکت میرویم. من به خانه میروم. ای بیا رفتیم. آزاد شدی. این آدم گناه کردنش رو قبول کرد. میتوانی روی. درو. خواطر نشو نمک. تو را در اینجا نمیگذارم، تو را میبرارم، میدونی اه؟ من آدمهایم رو هیچگاه نمیپرتایم. دانسته باش. مایلش اکا مایلش. خیر مایلش زیخ نشو. بیا برو. اکی کن اون. اکی کن اون. در اینجا امضا گذارید. اکنون شما آزاد روید. تیار هستید ها؟ بله. امروز روزی ماست. امروز خواهر کلت کلاس را از بین میبرداریم. آن خزنده را پاره پاره نکنم نمیگذارمش. انتقام همه درد و عذابم را از آن ابله حرام میگیرم. بیایید میرویم. رفتیم. من برای خیر خوش آمدم. خیر خوش؟ بله. چرا آخر؟ چرا؟ خانم زهرا، شما با دامولازی آیله دار هستید؟ به فکر من شما حقی دیگر بابایتان رو رنجاندن رو ندارید. Ama ben Namazı yazık anlatmaya yoruldum. Duruldum Smedora. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardele. من هم درود اسم دارم خانم. Acıyla boy veren gibi. اما بعضا دوست داشتن کفایه نیست. حقیقت ها شما را عذاب دیندم. انسان برای کار درست کردن مجبور می شود. من مگر دوست داشتن نمیتوانم. گوش کنید زهرا، در دستور آزاد هستید اما برای حرمت کردن مجبور هستید. به فکر من هم شوهرتان و هم بابایتان رو دیگر آنقدر غمگین نکنید. چرا این خیلی شده است؟ چرا من با دوست داشتم مونده نمیتوانم؟ مگر من به این حق ندارم؟ ناحقیست. خانم زهرا، خانم زهرا، خودتون رو بیهوده غمگین نکنید. دیگر غمگین نکنید. این طور باشد نرم. من تو را بسیار دوست می‌دارم. من هم تو را بسیار دوست می‌دارم زهرا. Sen hisli korkak savaşçı, aşkı kime satmış hain? Ben her savaş meydanında seni severdim. Baba. Baba. باباجان خوب هستید؟ باباجان با شما چی شد؟ باباجان پدر جان با شما چی شد؟ شما خوب هستید؟ زود با ببر خونو میبرید. باباجان با شما چی شد؟ پدر جان صبر کنید.
toqat kuned padash kun meshavad balo zanade balo zanad من چی کردم؟ انشالله با آقای اکرم چیزی نمیشود بلا زند لابای آقای کنان داملا شام بخیر داملا همین که برآمدم اول با شما زنگ زدم آقای کنان راستی حالا هیچ وقت ندارم یکم وقت دیگر گپ زنیم خواطر نشوید داملا بسیار وقتتان را نمیگیرم یک خرسندیم رو به شما گفتنی بودم داملا خواهری کلتکیلس بیشرف رو یافتم داملا یافتم داملا دعاهایتان قبول شدم در آخر از آن کلتکیلس بیشرف انتقامم را میگیرم خیر میل شبهای خوش داملا شام بخیر بتول در کجایی؟ اکنون یکون جای این را پنهان کردنم نمون اکنون خواهرم بودنت رو باید دانی بتول شفقت زودتر باش زودتر گفته ایستادم پدر جان توقت کنید التماس توقت کنید انا بینید با بیمارخانه نزدیک شده ایستادیم کم ترک دیگر من توقت کنید پدر جان شفقت پسرم التماس تستر زود باش شفقت بگازمی خمیره اوخی التماس طاقت کنید التماس طاقت کنید بابا جان خواهش میکنم مرا تنها نگذارید خواهش میکنم باز در اینجا چی شده باشه؟ از طرف راست 4 متر از این طرف 4 متر از طرف شفقت سرم یگان کارکن آخر چی کار میکنیم یگان کارکن آخر جناب فرخ صدام شده است باید به دیگر راه رویم از طرف راست 4 متر طاقت کنید کمک دیگر محکم است کن اگر در اینجا نباشد پس در خانه اش است با خانه اش میرویم مایل شکر اوه خدایا توبه در این ساعت کی باشد کیست آنجا منم کنعان شاید مرا در مغازه‌تان دیده اید بله مرحمت آقای کنان در این ساعت چی میخواهید؟ با ما خانم بتول لازم است همین خیل بتول در خانه نیست چرا لازم شد؟ یک بیماری داریم با خانم دکتر نشان دادنم آن لازم است خدا شفا دهد بتول در بیمارخانه است اگر خواهید با آنجا رفته او را از آنجا میابید همین خیل میلش تشکری زیاد خواهش میکنم در نیمی شب ما شما را ناراحت کردیم ما را ببخشید هیچ گپ نیست شب بخیر پیش درآید با بیمارخانه می رویم میلش عاجلا با ما موشین در کار صدقه شما البته دوملو چرا نه مرحمت تشکر
کن شفقت بابا جون شفقت زود باش آخر تستم گاز رو زر کن با تو بگیم زودتر خانم بتول درباره یک مسئله مهم باید گپ زنیم لطفاً با ماشین سوار شوید داملو چی گپ است؟ در این شب درباره چی گپ میزنید؟ خانم بتول حالا فهمانده نمیتونم مسئله حیاتی است لطفاً با ماشین سوار شوید مرحمت انا آن دختر تعقیب کنید زود باشید گمش نکنید گمش را نکنید که همه اتان را نابود میسازم زود باشید پای برده ایستادند داملو چی گپ است؟ کی پای برده ایستاده است؟ و کجا میرویم لطفاً داملو بگویید خانم بتول همش رو با شما میفهمونم گفتم که لطفاً کمتر صبر کنید التماس داملو چی شده ایستاده است؟ این آدما کیستند؟ ای بچه زودتر باش آنها را از دست میدهیم خانم بتول سخت دارد کمتر پس تیزتر میرونه زود باشه داملو آرام شوید با فکرم رفتم داملو دور شدن چی گپ است؟ این آدما کیستند؟ من بسیار ترسیده ایستادم نترس خواهر اکنون من در برات هستم انیق با کلتا کلاش برای واخوردن رفت هر سوراخی را نظر کنید او را پیدا کنید که نباشد همه اتون را میکشم پیدا کنید یاری ده زودتر باشه زود باشه آیسته بابا جون آیسته پدر جون آیسته پدر بیایید در اینجا چی کار میکنید؟ اینجا رو با یاد آورده داملو من چی رو با یاد آورم؟ شما چی ها گفته ایستاده؟ از راستی من خودم رو خوب ایست نکرده ایستادم چی شده ایستاده است و من فهمونید التجا میکنم من با شما باور کردم تا به اینجا آمدم معلش خانم آخر با اینجا برای همش رو فهموندن آمدیم رفتیم بیایید مرا گوش کن چه خیلی آنها را از دست دادم بتول اینجا رو داری و داری؟ اینجا پدرم مادرم من برادرم تمامی اهل اویلمون جمع شده به اینجا می اومدیم لیکن داملو شما این را از کجا می دونید؟
بله بتول به اینجا می اومده تو بسیار هم شوخ بودی تو در آنجا در کنار چند بار رفتیدی که میداند من باشم تو رو نگاه کردن نتوانستم گفته از پدر و مادرم چندین بار گپ شنیدم و یاد ندارم بعد باشد خسته و به حال با محلمون برمیگشتیم اما تو چنان شوخ بودی که چون با کوچه می برآمده در حال با گناهایت بازی رو آغاز میکردی بعد روزی برای صورتگیری باید میرفتیم با تمام اهل عائله بتول تو باز گم شده بودی بتول تمام محلت رو جستجو داری یاد داری خواهرکم اکای جون تو رو باز من یافتم بتول در وقت صورت گرفتن مرا سخت آغوش کرده بودی نترس خواهر جانی با این طرف می رویم چنان آغوش گرفتی که تقدیر است آخر ما را چنان جدا کرد که تو را به دست یک عائله داد من در خانه بی پرستان ماند همه خیل از هم جدا شده روزی آخرین تو را دیدم آن روز تنها این ماند الان بگیر مویزه نکرد رو تنده بودی من گرفتم بیا بتون دست رو مانده بیا بتون کمتری دیگر کن اکا جون کمک کن بیا بتون کمتری دیگر زودتر بتون اکا جون کمتری دیگر زودتر اکا جون مویزه نکن دیگرش رو بگیر خواهش میکنم گریب کرده خواهش میکنم سالهای در روز این رو پنهان کرده بودم خواهر جانم خواهر جانم اکا جان خواهر جانم خواهر میخواهید که برای عائله خود استراحتی خوب را فراهم بیارید فیلم های نو و زمانوی را تماشا کردن میخواهید پس این امکانیت را از دست ندهید کینوتئاتر نوروز با شما همه روز بهترین فیلم های جدید را پیشنهاد می نماید. کینوتئاتر نوروز همیشه انتظار شماست. مرکز آموزشی زبانها مدرن امریکن سکول با اصول نو زمانوی معلمان زبانهای خارجی و با تجربه در کوتاه‌ترین مدت به شما زبانهای انگلیسی، روسی، نمیسی، خیتایی و فرانسوی را می‌آموزانند.
қабули довталабон аз 15 феврал оғоз мегардад. кӯдакони аз синни 5 сола боло метавонанд ки дар маркази мо курсҳои хориҷиро омӯзанд. 30% тахфиф барои падару модаре ки зиёда аз 2 фарзандашон дар инҷо таҳсил мекунанд. оё мехоҳед ки фарзандатон дар давлатҳои амрико, британияи кабир, олмон, малайзия ва кипр таҳсил намоянд? пас ба мо дар тамос бошед. телефонҳо барои маълумот 917 48 85 30 ва 987 88 26 00. суруға шаҳри душанбе маҳаллаи зарафшон 2 дар маркази савдои ҳоҷи раҷаб.